بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زایی پاس هم در خدمت شماست. ما همیشه تلاش کردیم که بهترین های مزار شریف به تصویر بکشیم. امروز آمدیم اینجا، کاخ دبی، کاخی که حدودا شاید 7 ماه 8 ماه الا 10 ماه میشه که ساخته شده. این هتل چه امکانات، چه سهولت و چه نوع خدمات برای شما ارائه میکنند در این گزارش از الف تا یا برای شما به تصویر میکشم. از شما هم خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدهید. میریم به دفتر، جایی که شما برای اولین بار زمانی که مراجعه میکنید باید اونجا بروید و برای خود یک تاریخ بوک و یا قید بسازید. میریم از آنجا در خدمت شما قرار میگیریم. بخیر. خب دوستان عزیز، در ابتدای برنامه گفتم که دفتر هتل عروسی کاخ دبی در منزل سیوم است و ما دیگه بخیر منزل سیوم این رسیدیم و میریم همراه مدیر صاحب گرامی که این هتل رهبری میکند، همراهشان معرفی میشویم. از اینجا داخل میشم و امیل از ما که دومم روشن میکنم و همراه مدیر صاحب گرامی صحبت میکنم. بیا بخیر. جناب مدیر صاحب گرامی، سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیراتی است؟ تشکر، سلامت، زنده باشید. اول اجازه بدین که اینمی جوانو که نفته قربانتان. تشکر، تشکر، سلامت، زنده باشید. شما بینمی جمع ما بشینید. مگه روبرو بی بود از پهلو. خیرت است انشالله؟ چی حال دارین؟ خوب هستین؟ تشکر، سلامت، زنده باشم، قربانتان. ما خوب با تمام آنها شما را میشناسیم. چون خوب است از ما که امیل از کشورهای اروپایی، از افغانستان، از مزار شریف و مزارهای عزیز ما که دور از مزار شریف است، ما شما را می‌بیند با آنها یک معرفت داشته باشیم. نام شما؟ نام من رومان است، مدیر هتل کاخ دبی و یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام بینندگان عزیز که همین اکنون ما را از صفحات اجتماعی می‌بینند. از صفحه شما می‌بینند. قربانتان، تشکر رومان جان. در رابطه با کاخ دبی ما به دفتر آمدیم. خوش آمدید. دفتر است نه؟ بله بله. جایی که شما اگر میخواین که محفل شیرینخوری، عروسی، محافل وی آی پی را بوک بکنین یا قید بسازین، شما باید به دفتر بیاین و در رهبری دفترم رومان جان است که مدیر هتل است و نامخدا ما رومان جان یک ذره رنگ باز است. من رنگ سیاه و سفید و لاشدار اینا را خیلی خود دوست دارم و نامخدا رنگ شما دیگه این دکورشن که میبینیم سیاه هم امرش هم زرد کار شده خیلی خوب مقبول معلوم می شود. در رابطه با کاخ دبی ما خیلی زیاد سوال داریم، اما قربانتان تشکر. این دکورشن که ما لازم میبینیم از خود هموطنان عزیز ما یا از اینجا؟ بله اسحاق زایی صاحب عزیز، دکورشن رؤسای هتل با مو ذوق و شوق خودشان جور کردن و به مو اساس دیگه تمام خدمات هتل با شوق و ذوق خودشان پیش میگن آنچه که از دل براید بر دل نشیند، خودشان کردن. کاخ عروسی دبی چند ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرد؟ کاخ دبی تقریبا 10 ماه میشه. 10 ماه میشه. ماشاءالله. چه خوب است. سوالات پیش ما خیلی زیاد است. با بوجی سوال آمده و ما مطمئن هستم که 2 بوجی جواب از شما میگیریم. اما اگر اجازه تان باشه بعد از یک تصویر عمومی از دفتر هتل بریم به او خدماتی که شما برای هموطنان عزیز ما ارائه میکنین، اما سوالا را همونجا پرسید. ان شاء الله که ما در خدمت تمام خدمات هتل ما براتون به تصویر میکشونیم. هتل کاخ دبی در خدمتتان است. بفرمایید شما دوستان، بفرمایید. دوستان عزیز، ما میریم سوالاتی که در ذهن ما است به نمایندگی شما از رومان جان در سالن که پایین است از آنجا میپرسیم و دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. بفرمایید. زایی صاحب عزیز، اینجا دهلیز ورودی سالن است که ماشاءالله از این دهلیز به طرف سالن کلان را دارم. سالن کلان. اینا ما شما بخیر طرف همین سالن اصلی میریم. بله سالن کلان. بله بفرمایید. اسحاق زایی صاحب عزیز، اینجا جای پذیرایی از مهمانان میشه. بله، پذیرایی سرکار تشریف میارن. بله. به خاطر
محافلی که بله مهمان نواز مثلا مهمانایی که از اونجا میه اینجا کسی که عروسی دارد یک طرفش طرف حساب میشه و یک گروهش می طرف حساب میشه. اگر زنانه باشم بله پذیرایی است. گاهی وقتا ما تایم‌های صبح هم می داشته باشیم که مردانه است، سالن برای مردانه است و اینجا برای پذیرایی مردانه هم استفاده میشه. بله و ما دیگه دوستای عزیز در سالن عمومی یا سالن اصلی قرار بله سالن کلام. بله در پلوی از این مثلا چشم با بالا میخوره 2 منزل است 3 منزل است؟ اینجا 3 منزل است. رومان جان اینجا دیگه همون جای ویژه است که مهمانا مثلا میشینه. بله در همین جایگاه اصلی که ما شما قرار داریم 2 منزل اونجا است. برای چند مهمان شما گنجایش داریم؟ جمله ما برای 700 الی 700 نفر گنجایش داریم که 380 نفر تنها تخت سالن جا. 380 نفر تنها در همین 4 اطراف از تخت سالن است. باز 2 دوره‌ای که داره دیگه بعد نظر به محفل چون استاندارد نیست، بعض وقت مسافه چوکی اگر زیادتر باشه از میزان از کمی زیاد میشه. من تا 750 نفر گنجایش داره. شما از چند نفر تا چند نفر پذیرایی میکنین؟ آخرین ما ریت که شما دارید مردانه از 150 غوری الی 550 غوری. 150 غوری الی 550 غوری شما از 1100 نفر میشه 550 1100 نفر. بله از 300 نفر الی 1100 نفر. بله و مثلا یک محفل است تنها برای خانم است. برای مردا جای کم داره. باز شما مطمئن هستن که برای مردا هم جای بیشتر داریم؟ بله هم جای دالیز که اونجاست. باز میریم بخیر تصویرش حتما اونجا میگیریم. با شمول آنمون مردانه همی 1100 نفره بتونی یا وجود است؟ 7.5 میشه 3.5 میشه. ساختار صاحب عزیز اینجا عروسخانه سالن است. این دیگه عروسخانه کاخ دبی است. بله اینجا مخصوص عروس داماد است. همین آینه که عروس قرار است که خود ببینه امیش یا دیگه هم است؟ بله این هم است طرف هم اونجا هم است. بله. خب و اینجا دیگه معمولا عروس و داماد عکس میگیرن. قسم است که هم برنامه‌ای که دارن تا اینکه همو تایمش پورا میشه اینجا منتظر می باشن و بله با کدام لباس پایین شون و مطابق هم برنامه خود باست از اینجا برنامه ریزی میکنن پیش میرن. این حال عروس داماد فکر کنن که آماده شد. بله چه کار میکنن؟ خب اینجا دیگه لفت است، از لفت پایین میشن. از اینجا؟ بله لفت است. از اینجا خیلی ما دوستای عزیز ما و رومان جان میریم اینجا و از اینجا کامرامان ما ممیل ازم باید بره و او طرف و از آنجا تصویر ما و رومان جان به مجرد که از این لفت تا میشیم برای شما شکار میکنیم. بین تشکر. خب بسیار صاحب عزیز اینجا قسمتی گفتیم لفت عروس با این سیستم از عروس و داماد شما پذیرایی میکنید؟ بله عروس داماد عروسخانه پایین میکنن و تشریف میبرن سر استیج. ما دوستان عزیز شما که محافل شیرینخوری و عروسی داریم با نمایندگی شما دیگه ما و رومان جان قرار است که از این لفت پایین شویم تا سر یوزینه میه فکر من. بله حدودا شاید یک 3 دقیقه و 4 دقیقه وقت شما را بگیره و با مجرد که شما پایین میشوین تمام مهمانان عزیزی که شما به عروسی و شیرینخوریتان دعوت کردین یک منظره خیلی زیبا جالب و دیگری را تماشا میکنن. خصوصا پیشروی که امیر از ما تا میشیم درختای
که مصنوعی بسیار بازار خیلی مقبول ساخته و لایتینگش دیگه شما دیگه در تصویر میبینید، اما هنوزم کار لایتینگ دوستای عزیز خلاص نشده. زیاد چیز برای گفتن داره رومان جان. لایتینگ تا حالا شروع نشده. تا حالا شروع نشده گفته رومان جان. و مجرد که این لیفت پایین بره و باز ما میایم طرف استیج و او لایتینگ که اینا در استیج به خاطر عروس و داماد مد نظر گرفته باز اونا رو میندازیم. برای عروس داماد دیگه لایزرهای ترکیبی عروس داماد و بیمایی که استفاده میشه اونا رو به تصویر میکشیم. بله. بفرمایید. یالا دوستای عزیز، ما و رومان جان تا شدیم و میایم طرف استیج. اینجا اگه استارت شدیم بان کمیل ما رو میگیریم رومان جان. ما میخوایم دوستای عزیز شما که بخیر محفل عروسی دارین، اما تمام حرکات شما را ما به نمایندگی شما ما و رومان جان اجرا میکنیم و از طریق سایاب و تصویر پیش. بله اینجا و اینجا فکر میکنم اینجا میدان دانس فلور هست که همون میدان رقصه، میدانی که مثلا عروس داماد اینجا و از اینجا از عروس داماد میبینید چگونه پذیرایی میشه. با این سیستم پذیرایی میشه. برو برای یک دقیقه تایم دارد نظر ما مشترک کنه تایم‌های مختلف دارد یک دقیقه بعد یک ثانیه هم میبرد. بله دوستای عزیز، شما دیدین با این سیستم از شما که عروسی دارین و یا شیرین خوری دارین در هتل عروسی کاخ دبی از شما پذیرایی میشه. اینجا استیج عروس داماد است آقای صاحب عزیز که از اینجا تشریف میارم. بله. سوالات ما در رابطه با استیج خیلی زیاد داریم. ما از همکارا خواهش میکنم که شما این طرف بین که ما و رومان جان هم تو خوب راحت صحبت بکنیم و سوالاتی که در رابطه با استیج است حتما پرسان میکنیم. رومان جان، استیج دائمی است یا با فرمایش عروس و داماد تغییر میده؟ استیج ساخته صاحب عزیز ما چندین استیج داریم. یک استیج نداریم که دائمی باشه. بله باز مطابق ذوق عروس و داماد اونا انتخاب میکنن و ما او را ست میکنیم براش. ست میکنیم. بله. و فکر میکنم اینجا هم دوستا از عروس و داماد ماشین و دوستا پذیرایی میکنن. بله. خب از دوستا اگر شامل لایتینگ میشه. بفرمایید. با این روشن از که ما در هتل عروسی کاخ دبی پذیرایی میشه. این برای یک دقیقه دو دقیقه چقدر وقت میگیره؟ اینجا ساخته صاحب جزای یخی است که برای 2 دقیقه الی 3 دقیقه برای عروس داماد استفاده میشه. چون برنامه‌های عروس داماد زیاد است ما نمیتونیم میره بیشتر استفاده کنیم، چرا که عروس داماد 2-3 بار که میاین استفاده میشه و همون کفایت میکنه برای بله. و رومان جان شما طرفین اینجا ما یک خالگاه را میبینیم. این حتما کدام دلیلی داره مطمئن است؟ اینجا ساخته صاحب عزیز جک کیک و یا همون دولی کیک است که کیک از داخل دهی با میزی که داره ست میشه و دمری عروس داماد از زمین بلند میشه از پایین بالا. بله. در وسط برنامه و ابتدای برنامه ما گفتیم که مثلا اگر محفل زنانه باشه با شما مطمئن هستم برای مردم یک جای ویژه دارین. یک سالن جداگانه. چون خب است که او را به تصویر بکشیم باز ما شما خداحافظی میکنیم باز ما میریم میگه به طرف آشپزخانه است. ندارم خدمت. بفرمایید. دوستان عزیز ما میریم جای ویژه‌ای که برای آقایان مد نظر گرفته شده او را هم حتما همراه رومان جان همراه شما تصویرش شریک می‌سازیم و با دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم.
صاحب عزیز سالن مردانه ما. بفرمایید. دوستای عزیز، شما که اگر میخواین که در پلوی از که زنانه دارین مردانه هم داشته باشین، پس در اینجا برای شما به جای ویژه مد نظر گرفته شده. رومان جان، چند نفر اینجا گنجایش داره؟ اینجا گنجایش 180 الی 200 نفر گنجایش داره برای مردانه. برای مردانه. منزل اول هم برای مردانه است که جمله 300 الی 300 نفر میشه. بله. مثلا یک نفر مردانش کم است، زنانش زیاد است. اون هتل اول که سالن کلان میگیرن با مردانش اینجا میشه. بله. با ما باشید. داستان ما با رومان جان ادامه داره. از تیم گارسون و تیم پروداکشن جوانان زحمتکش یک تشکری ویژه میکنیم. محافل رنگارنگی که در اینجا برگزار می شود از برکت اینمی جوان است. بازم جا دارد که از کارکردهای از اونا، از زحمات از اونا یک تشکری ویژه میکنیم و امیدوار هستیم که هرچی بیشتر به خاطر زیبایی محافل شما اینا بدرخشد. روما جان به او سکرین کلان است که لازم ما خودتون نشان میده. بعضی از مثلا فامیلایش در بیرون از افغانستان هستن، نمیتونن در اینجا اشتراک بکنن. شما کدام سیستمی را دارید که مستقیم آنلاین اونها را اونجا وصل بسازید؟ صاحب عزیز، ما سیستم لایو داریم که تمام بیننده های ما که در خارج از کشور هستن اونا میتونن از محفل قوما و خش بله محفل خش از خانه های خود از اونجا ببینن و ما سیستم قسم عیار میسازیم که از خود کامرا بر اونها تصویر میکنیم. از خود کامرا؟ بله از خود. و ما دفعه اول که آمده بودم یک داماد مثلا از انگلستان آنلاین وصل بود و در اینجا علمای اکرام شده بودن و نکایشان را بسته کردن. با اون سیستم هستن؟ بله خود تصویر کامرا برای اونها وصل میشه. روما جان، جای مردانه را به وطنداره زمان نشان دادیم. دیگه چیزی مانده؟ خدمات داخلی سالن اسحاق صاحب خلاص شده، تمام شد و تنها چیزی که باقی مانده موتر گلپوش عروس و داماد است. کجاست؟ اونا هم بیرون از هتل می باشن و ان شاء الله برام براتون نشان میدم. بفرمایید. بریم بخیر. رومان جان بفرمایید، فکر میکنم این موتر است. بله اسحاق صاحب عزیز، قسمی که براتون یادآور شدیم ما موترهای گلپوش هم برای عروس و داماد مد نظر گرفتیم که از قبیل مرسدس بنز اس 550 همچنان فورتینر 2018 در خدمت هموطنان عزیز میتونن از استفاده بکنن. تنها همین دو موتر است؟ مثلا بعضیا ممکن است 10 موتر از شما بخواید؟ مشکل نداره اسحاق صاحب، تا 10 15 موتر هر مدل که بخواین ما برشون آماده میکنیم و میتونن استفاده کنن. بفرمایید. خب دوستان عزیز، داستان ما با رومان جان در همین جا به پایان میرسه، ولی داستان ما ادامه دارد. میریم بعد از اینکه با رومان جان خداحافظی کردیم
با آشپزخانه میریم. مهارت و تجربه آشپزان کاخ دبی هم با تصویر میکشیم. راما جان از خودت یک تشکری ویژه میکنم. امروز بسیار زیاد زحمت کشیدی. سلامت باشین. دیگه هر گفتنی اگر داریم مایک و کامری ما در خدمت شما. اولش خود شما را خوش آمدید میگیم. قربانتون بخیر باشید. وقتتان را بر ما دادین. خیلی سپاسگزار هستیم از شما. و برای بینندگان عزیز گفتنی ما است که هتل کاخ دبی برای همه همشهریان عزیز دروازه‌اش باز است. این هتل برای مردم جور شده. بله. و ما با تمام امکاناتی که در هتل است در خدمت مردم هستیم. بسیار زیاد تشکر. خوش آمدید. سلامت. زنده باشید. سرآشپز خلیفه اسدالله قرار داریم. حدوداً 2 ماه پیش ایشان آمده بودیم. یکی از آشپزان با تجربه مزار شریف در کاخ دبی هستند. خلیفه جان سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارید؟ خیریتی است؟ بخیر می‌بینیم ان شاء الله. سلامت زنده باشید. 1-2 ماه پیش تان آمدم یادتان است؟ چرا نه؟ اما گزارش باز دیدی؟ بله چرا نه؟ امروز یا امشام چند دیگ آماده کردیم بخیر؟ شام تقریبا 10 دیگ آماده کردیم. خیلی مارغوران و کلش چیزا قابلی و سالندای داشی و فصل کلشان یک دیگ است. این عروسی زیاد بود یا دو عروسی که ما آمده بودیم؟ او عروسی بود. او زیاد بود میمان نه؟ او زیاد. این خود بیخی وی آی پی است. دیگ بخیر آماده است؟ بله بخیر آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم دیگه بالا کنیم. بالا بله. پیش بیا همکار ما و خلیفه اسدالله نمیجی استاد میشیم. کلش ماچه است؟ گوسفندی است. گوشتکای همین مردم مزار نه کسایی که مسافر هستن اونا کلش کشمش خور و خور است. امی کپکیر است مزیر بزنم کلش یک بکش کم دلایشون او شوا اوه خلیفه اسدالله که کپکیر میزنه به جای کشمش و زردک گوشت میبره. گوشت بالا میشه. و این اون است که از اونا که گوشت نام خدا زیاد است. این چند بوجی را انداخته بودین دیگه دی تقریبا 4.5 سیر بری است. 4.5 سیر. و عموما 5 سیر 6 سیر چقدر جای میشه دیگه؟ دی تقریبا 6 سیر جای میشه. 6 سیر جای میشه. امشب چون محفل وی آی پی است. تنها یک دیگ قابلی است. 2 دیگ قابلی. 2 دیگ؟ بله. دیگه شونج است؟ یک شونج است. اوجا آماده است بخیر؟ اوام. چپا کردی؟ نه اون آماده است. خیر ای باشه. امیر هم یک شروع کنم را خیر ببینید یک چپا بکنیم. بین بخیر. میریم دادم جای اشپانی باشه. اینی دوستای عزیز دیگه دوم است که بخیر برای میهمانا مد نظر گرفتیم. یک چیز دیگه هم داره نام خدا. ما گوشتش تبریک میمانیم. این گوشت باز دیگه پخته میکنی؟ بله جدا. اونجا پخته میکنی باز اینجا میندازی؟ بله منم کبگیر کلان. کبگیر را بتون برشان؟ خلیفه اسدالله اولی را بگین که بالای اینمی قابلی بالایش چی انداختین این رنگارنگ؟ دایی اینی چی است؟ میخک دالچین زیره همین چیزها را مکس ماشین میکنیم با دایی اضافه میکنیم وقت قریب دم دادن. وقتی که پخته شد یا قبل از اینکه دم بکنیم میندازین چی وقت میندازین؟ چیز شیلش خب قبلا سر گوشت میزنیم. خوش باز نمیدونی واه هر کپگیر خلیفه اسدالله دیگه نام خدا مسائل دیگه ش با درویش میزنیم. بله مقصدی صافی نیست نه؟ نه قابلی ازبکی گفته میشه. حوصله کنید. زیرش از همون چیزایی که اونجا داشت؟ کم کمک دار است. اصلی او است. اصلی او است که بله دوست عزیز. ای نام خدا
تجربه شما چند سال شد؟ 2 ماه پیش برام گفته بود مگذرد یاد فراموشی زیاد است. ترجمه ما خواهین از زمان هتل آرزو در اونجا کار میکنیم تقریبا 25 سال پیش بود. 25 سال پیش است. آرزو رو چپاکت خبر داری؟ نه به خدا هیچ هزینه نه راستی او هتل رست شهر بود راستی. نه اون چپا نشده. نه اون چپا نشده او است. اینه دوستای عزیز مایچه ممتاز داره. مایچه ای نداره مایچه در مردانه اونجاست. خواه بگیرم یکم تو از اینجا. برای ما نام خدا بگیریم گوش نه ماشیم تای یکم چشک دست شما رو باید چک بکنیم. ما شما یک متن افغانی داره میگه چشکش حلال است. اینا ولی از تو یک میگیریم از این دیگه. از این میگیریم یک مایچه شم. خواه صحیح اینه دوستای عزیز بسم الله کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این البته ویژه از ماست دوستای عزیز. دور از دلتان از دستای نام خدا خلیفه است. هم یک تو فکر میکنم بس از خلیفه. مایچه که گوسفند میگیره. ایره؟ ما گوشت گوسفند چرا کار میکنیم؟ ایره قابلی ما نام خدا رنگکش روشن. نام خدا نگذاره باز خسته و پسته دمده. این دو سایز چیز هستی مونده این کشمش این علایده مثل شنده جدا سرخ میشه. بازی رو در روش میزنیم ما. بادام هم داره؟ بسته بادام. منوی ما دیگه امشب منوی بالاست بیشه است. یه نام خدا یک رقم آماده کردیم برای ما باید شما اجازه بدید که ما بریم که در حساب ازی برسیم خلیفه. چرا یک دو دانه قاشق دیگه. دوستای عزیز خلیفه اسدالله و خلیفه مبارک شاه نام خدا یک رقم از ما پذیرایی کردن. ما از اینا تشکری ویژه میکنیم دیگه. تقریبا شاید یک دقیقه بعد دیگه خلیفه کار شما بخیر شروع میشه. باز دیگه وقت ما با شما مصاحبت نمیکنیم از این خاطر ما از فرصت استفاده کردیم. امروز چند لحظه صحبت بکنیم. و امیدوارم که بار دیگه هم بزودی ان شاء الله با شما سر بخوریم. بسیار زیاد تشکر. شما که سالهای سال تجربه دارید با شما ما افتخار میکنیم. زنده باشه. به خاطر همین قابلی مزار دیگه باید وقتی که نامش میکشیم باید یک قابلی باشه دیگه که ارزش همین نام کشیدن نداشته باشه. همون چیزی. بسیار زیاد تشکر. قربان. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خیریت هستین شما؟ بخیر هستین؟ تشکر سلامت. 2 ماه پیش تا نامدم دو یادتان است؟ بله صاحب بله. یک چیزی را با تصویر کشیده بودیم که ما و بینندای عزیز ما بیخی نام خدا دلایشان از دور آب شده بود. ما خود دیگه نموجد چاره خدا کردیم. امشب هم از همین موضوعات چیزی هست؟ بله صاحب. از اون موضوعاتی که شما نوش جان کردین فعلا در داخل دیگ هستن. خب داغ است دا میدان. بسم الله الرحمن الرحیم. و امشب فکر میکنم شما مسئولیت 2 دیگه بر عهده داره. بله ان شاء الله. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز ما 2 ماه پیش حاج صاحب مبارک شاه یکی از برادران عزیز ما که سالهای سال تجربه پختن اینمی مرغ در عربستان سعودی دارن و اونجا بازی رو سیجی میگن چی میگن؟ نه مندی میگن. بله مندی میگن. بله. امروز نسبت به دفعه قبل کم است زیاد است؟ نه این پیره کم است. کم است. او چند صد تا بود؟ او 113 دانه بود یا 12 دانه خب غلط نکنم. بله. این 80 دانه است. این 80 دانه است. بله. و ما میفهمیم به خاطر اینمی مرغ شما 10 بجه صبح نان خورید. بعد از اینش نان نخورید. این مزه از چه ما دفعه قبل دیده بودیم. بله انشالله. چی یک مزه دار. بله قربان شما. امیدوارم که یک چیز باشه. انشالله تعالی هیچ. خب قبل از اینکه ایران نوش جان بکنیم باید دیگه دوم نشان بدیم. مهربانی. پیش بیام کارم. پیش بیام. دوستای عزیز اینجا شاید به نظرتون چی باشه دوستای عزیز؟ ما یک سوال از شما میکنم. یکی از بهترین ها است
این کیچی است دیگه. آقای مبارک شاه قرار است که سر دیگه برداره و برای شما نشان بده. ببرید آقای صاحب. بسم الله الرحمن اوه 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 اوه. پیش بیام کارم پیش بیام. بیا دور از دلتان وطنداران عزیز، شما کمی از ما را میبینین و اگر گوشنه هستین و پشت غذای وطن دق شدین و این چیزها را میبینین، ما معذرت میخوام. حاجی مبارک شاه نام خدا چیزای پخته میکنه که آدم مجبور میکنه در هر عروسی مزاری ها باید آدم پیش ایشان تشریف بیارن. حاجی این چی است؟ رانی چی است؟ رانی بره است. رانی بره. بله رانی بره است. چند ساله است؟ نه سال است برای سال است. بله این چند ران باشه به نظر تو؟ این 45 ران است. 45 دانه. بله یک رانی از این اگر باشدن با یک به چند نفر میمونی؟ این به یک دانه به یک میز میآید. یک دانه به یک بله میز یک دانه ران به یک میز میآید. در دفعه قبل ما شما گفته بودیم که چشک ممتوع حلال است. حلال است، چشک حلال است. این حالی از این امیجه کمیشه بگیریم یا در قاب بگیریم که بچشیم چی رقم؟ بلدان در قاب میگم منظم تر معلوم میشه. خوش پولشیش موادش هم میزنیم. خوش دیگه میبریم به تو پیش کنیم. شما بسم الله یک شنوانی قربان بخیر. شما. برای قاب بتن برای سر مبارک شاه نه یک دانه طلایی بیار، قاب یک طلایی دانه بیار. قاب طلایی برشون بیاریم. نه طلایی بیار گفته. او موادش هم بیار. موادش هم بیاریم. اینا چند ساعت وقت در بر می‌گذره؟ پیش بیام کار تصویری از این رو نشان بده. خیر است ما واجد اگر تصویر نباشه. این تقریبا دادر جان 8 ساعت 7 ساعت در بر میگیره. 8 ساعت. بله 8 ساعت. بسیار تا با مطابق دل شما پخته شد. بله تا دل ما پخته نشه باز ما توزیع نمی‌کنیم. چیز نمی‌کنیم. اون موادش هم بیار. موادش هم بیاریم. شما سعی کنید 8 ساعت وقت در بر میگیره و چیدن از این خودش یک طریقه داره. بله اگر در طریقش نشید گفت یک اون از زایات زیاد میده نرم است باز خوب با سلیقه معلوم میشه. بله زیاد گفته بیا اینی را آچه مبارک شاه می نایشه نمونه بله میچینه؟ ما بگه پانوس گفته بیا همینجا آچه میمونیم همینجا بله ما رانه میمونم یک زیرش جور کنم رانه میمونم باز یعنی هنوز هم کارش مانده بله خوش بفرمایید کار دارم این سالاد است؟ این سالاد است مرچ دلمه سرکه است پیاز است بسیار منظم میایه باز گفته یکان در هر کس نوشیدانه که باز ران سر ازی میایه بله باز نانا داریم باز سر ران میمونیم یک رانه باریم شما بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله توکل علی الله پشت سر است پیش روی؟ نه چی است پشت سر است پیش روی نمیباشه پیش روی دیگه خدر چاق نمیکنه نه بله بله نانای تازه هم میمونیم نانای تازه هم میمونیم بله این از پهلوی از این خود مرغ نمیمونیم مرغ علایده میکنیم مرغ علایده در خواب غولیان میایه خوش حالی چشک شلال است؟ مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم مهربانی دوستای عزیز پیش بیام کاریم همکارم پیش بیام همه دست بزنی کنده میشه دست بزنی کنده میشه نمیشه هم خدا سر از چی پاش داد میکنه مزه‌دار است مواد تازه مواد میذاریم بهش سرکه است و لیمو است و 4-5 رقم مواد زده میشه بسیار چیزاست دوستای عزیز ما خوب گوش نستم شما باور بکنین اگر کلش هم بودیم کلش هم خوردن میتونه ولی ما وعده دادیم برای حاجی مبارک شاه که چشک حلال است چشک حلال است مهربانی چشک از خلاص چشک اون مقطع باش خب حاجی مبارک شاه بله صاحب چشکش مون چشک حلال است بفرمایید جور میکنم براتون دارم نان چپاتی این نان پرکی است باش مرغ میایه نان پرکی به می سیستم یک دانه مونده میشه یک دانه مونده میشه بله گشت بالایش نی اضافه میشه بله گشت دوباره قاط میشه داخل سالن میره واو اینا شما سالن نمیبره نه شما چشک حلال است اینا به سیستمی که در سالن میره
خب دوستان عزیز، داستان ما هنوزم به اتمام نرسیده. ما در اینجا هستم جایی که برای هموطنان عزیز ما یا برای مهمانان ویژه کباب تهیه می شود و کباب نام خدا از او سر گرفته تا این سره. ای که این برادر بزرگوار ما امشب چند خوراک کباب پخته میکنن و چند سال تجربه دارن. ایرم حتما پرسان میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیلیتی هستم. تشکر. سلامت. زنده باشین. نام شما؟ خلیفه عین‌الدین. خلیفه عین‌الدین. خلیفه عین‌الدین جان، ما شما صحبت هم میکنیم اما شما متوجه کبابایتان هم باشین. اگر خدا نخواسته سوخت با سر ما توان نکنیم. ها؟ ان شاء الله که نمیسوزه. تشکر. سلامت. زنده باشین. امشب قرار است که چند خوراک کباب یا چند صد سیخ کباب پخته کنین بخیر. خوراک ما که هست 4 سیخ هست. 2.5 غوری را آمادگی گرفتیم. 2.5 خوراک کباب. 1000 سیخ کباب. 1000 سیخ. 1000 سیخ کباب. پختن 1000 سیخ کباب چقدر وقت در بر میگیره؟ در بر یک ساعت واره. 1 ساعت. هر 4 سیخ کباب را که اینجا شما و همکارتان چپه و راسته میکنین چند دقیقه پکه میکنین؟ پکه 2 دقیقه پکه میشوند. 2 دقیقه. باز پس یک روی شوار میدید. یا یک. ما برای شما همکاری میکنم. هر کدامش که آماده بود شما بگید که ما چپه بکنم براتون. صحیح است؟ صحیح است. چند دقیقه پیش شروع کردین؟ 1 دقیقه شد. اوه تازه شروع کردین؟ تازه شروع کردیم. گفتی مردم هنوزم سر فیلم است. سر فیلم است ولی کار شما خیلی زیاد مانده. تا که فیلم نصف میشه، تا که فیلم با آخر میرسه. چند سال تجربه پخته کردن کباب داریم شما؟ 17 سال تجربه کاری داریم. 17 سال. 17 سال. در کجا کار کردین؟ این در هتل‌های دیگه. در مزار شریف یا بیرون از مزارم رفتین؟ بیرون از مزار هم رفتیم. کابل هم کار کردیم. سمنگان هم کار کردیم. چند سال کابل بودین مثلا؟ کابل 4.5 سال در کابل بودیم. چند سال سمنگان بودین؟ سمنگان 6 ماه کار کردیم. 6 ماه. 6 ماه. دیگه شماش مزار. در مزار کار کردیم. از کدام قسمت مزار شریف هستین؟ ولسوالی یا مرکز شهر؟ نه فعلا در شهر میشینیم. اما از ولسوالی هستین؟ هر ولسوالی هستیم. کدام ولسوالی؟ 4 بولک هستیم. 4 بولک زیبا. دوستان عزیز، کبابا دیگه نام خدا دو دره که شما میبینین، یکی حدود خود آتش است، قوق است، یکی توسط پکه استاد عین‌الدین میکشه. کباب چی است؟ کباب گوسفند است. گوشت است یعنی؟ گوشت گوسفند است. تنها گوشت است یا جگر و دیگه چیز؟ نه تنها گوشت است. کباب تکه گوشت گوسفند. خب شما یک 2 سیخ که پخته باشه برای ما یک نشان بدین که ما بگیریم در پیشروی کامera بریم با هموطنان از ما نشان بدیم که اینا خلیفه عین‌الدین این کباب پخته میکنه. و باز ما یک موضوع دیگه هم داریم. میگیم چشکش حلال است. چشکش حلال است. حلال است یا نه؟ حلال است. شیر مادر و حلال است. این آمده است پخته است. آمده است بیادر. کباب میگه من را بخور میگه. همکارم میگه کباب میگه من را بخور. ما میگم باش که من خوردم میتونم یا نمیتونم. استاد شما راحت کار خود کردن بگیریم و ما اینی کباب پیش بیام کار. بعد پی کار نداریم لاله جان. نه کباب را این در وجود اینی کباب است و دور از دلتا. شاید شما بگین که ساخته هر روز اینقدر گزارش میگیری چرا چاق نمیشه؟ بخاطر که ما دوستان عزیز روی کامera نمیتونیم پیش سر کامera بخاطر اشتیا نداریم. دور از دلتان بازم یک شبیه نه اما تو رای کن. بچین لاله تو بچین. خب دوستان عزیز، یکی از بهترین گزارش‌هایی که واقعا از ثبت کردنش کیف بردم، لذت بردم، اینمی گزارش بود. شاید
بیشتر از 6 ساعت بالش زحمت کشیده باشیم. واقعا از ثبت کردنش، از جریان ثبت کردنش دیگه هر چی بگوییم کم است. ما بهترین های مزار شریف به تصویر میکشیم و امشب هم بهترین های مزار واقعا با ثبوت در پیشروی کامرا در اینجا در هتل عروسی کاخ دبی نزدیک چوک قلعه غازی برای شما به تصویر کشیدیم. برنامه هم در همینجا به پایان میرسانیم. تا برنامه بعدی که ساخته در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.